در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا،
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. خدمت علاقمندان جلسه قرآن عظیم الشأن، همه برادران عزیز و بزرگوار، طلاب و حفاظ گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در آیات اخیر سوره بقره قرار داریم که این آیه مبارکه ارتباط به نظم و نظام، یا این را بعضی از بزرگان می‌فرمایند که امور انتظامیه، در این آیه مبارکه بحث میشه. در جلسات گذشته ارتباط به انفاق و ارتباط به بیع و شراء و مسائل بالاخره ربا و سود و اینها اشاره شد. این آیه مبارکه طویلترین یا بزرگترین آیه قرآن همین آیه مبارکه، همین که همه تلاوت شد یک آیه بود، یعنی از این آیه دیگه آیه طویلتر و آیه بلندتر در قرآن عظیم الشأن دیگه نیست. بزرگترین آیه و طویلترین آیه همین آیه یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، همین آیه می باشه. این آیه مبارکه معروف به آیه مداینه، چون بحث دین می آیه. مداینه از باب مفاعله که بیع و شرا، خرید و فروش، یا بالاخره گفتگویی که با همدیگر در مسئله بیع و شرا صورت میگیره، یا بحث قرض و قرضداریه، در این واسطه ایر مداینه میگه. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشأن بحث‌های کلی و جزئی بیان میکنه. ایتنیه که در قرآن عظیم الشأن تنها بگیم بحث‌های کلیه، هم بحث کلی داره قرآن، هم بحث جزئی داره، از جزئیات هم برای ما میگه. این آیه مبارکه خلاصی رو اول بیان میکنم، بعدن که ترجمه کنیم خب واضح و مشخص میشه برای ما. خلاصی آیه مداینه اینه که انسان‌ها در حالت بیع و شراء، در خرید و فروش قرار دارن. یک نفر گاهی چیزی میخره و گاهی چیزی میفروشه. انسان بین جامعه انسان‌ها که زندگی میکنن بحث بیع و شراء صورت میگیره. وقتی که میگه شما چیزی خریداری میکنیم، در وسط همدیگر خط بنویسین. یا یه همیر میگه در بین همدیگر خط نوشته بشه، بحث مبی نوشته بشه، ثمن نوشته بشه،
و خلاصه بایی و مشتری در بین همدیگر خط بنویسن که همین مال که خریداری شد 20 روز بعد 1 ماه بعد پول ازی پرداخته میشه. عموما معاملاتی که صورت میگیره 3 حالت داره. معاملاتی که صورت میگیره 3 حالت داره. یک نوع معاملیه که نقد به نقده، مثلا یک شی انسان خریداری میکنه جا در جا پول از اور میده، این معامله نقد به نقد. یک معاملیه که مالر میگیره، مالر که گرفت میگه پول از این 1 ماه بعد 2 ماه بعد 3 ماه بعد 6 ماه بعد میدم، بین همدیگر خط مینویسن که 6 ماه بعد پول پرداخته میشه، مالر گرفته. یک معاملیه که پولر پیشتر میدیم، پولر جلوتر میدیم، میگیم 6 ماه بعد مالر بریم تسلیم کن، که این معاملی که پولر اول بدیم و مال بعداً تسلیم بشه ایر میگن بیع سلام. کتابای فقه که خواندیم و دیدیم و شنیدیم و بالاخره بیع سلام. پس نوع بیع نقد به نقد، نقد به نقد، جنس شخص خریداری میکنه پولر میده. یک معاملیه که شخص مال میگیره تسلیم میشه، پولر 6 ماه بعد 2 ماه بعد 3 ماه بعد میپردازه. یک معاملیه که پولر اول میده، مالر میگه 6 ماه بعد بریم بدی، مال هنوز اینجا آماده نیه و بالاخره 2 ماه بعد میرسه 3 ماه بعد میرسه. به این طریق این هر 3 نوع معامله درسته، هر 3 نوع معامله درسته. اما مالی که نقد به نقد کو فقط این آیه قرآن اشاره میکنه، میگه اگر معامله‌ای که نقد به نقد بود لازم، اگر نمینوشتیم هم چیزی نه مهم نیه، ولی شاهد لازمه. خریدیم و می پولرم به فلانی تسلیم، شاهد باشه خیلی خوبه. اما مسئله که به قرض اینجی میایه، مالر تسلیم میشیم میگیم 6 ماه بعد پولر میپردازم، اینجی آیه مبارکه اشاره میکنه که باید در معامله دینی یعنی معامله قرضی حتمی و لازمیه که خط نوشته بشه، خط نوشته بشه. به خاطر چی؟ چون وقتی قرض میایه به وسط و به میان، اگر خط نباشه خب شاید 1 ماه بعد 2 ماه بعد همین طلبگار، همین کسی که پول میخواهه بگه که از من 20,000 بوده در ابتدا، شاید او بگه از من 30,000 بوده. به همین طریق شاید او شخصی که قرض گرفته ادعا به این بکنه که من 1 ماه قبل پول تو دادم، اینجا به محکمه و به دادگاه و بالاخره به اینها میکشانه. و اینجا شریعت مقدس اسلام میگه در ابتدای معامله چه کار بکنیم؟ خط بنویسیم. اگر خط نوشته یاد نداشتیم چه کار کنیم؟ یک کاتبی بیایه بنویسه. کاتبم باید انسان عادلی باشه. اما خط کی بنویسه؟ خط باید بدهکار بنویسه، نه طلبگار. بدهکار باید خطر بنویسه، چون او تصدیق کنه مثلا که فلانی از ما مبلغ اینقدر پول میخواهد و من وعده به همینه که به فلان مدت باید پول ازی پرداخته بشه. او که خودیو بنویسه اطمینانتر و مطمئنتر میشه شخص طلبگار. پس خطر باید بدهکار بنویسه، کسی که قرض گرفته او بنویسه، طلبگار خطر ننویسه. این آیه مبارکه همین اشاره میکنه که از این موضوع شما غفلت نکنیم. اگر پول کمی هم هست بنویسیم، پول زیادی هم هست بنویسیم، شما خسته نکنه بالاخره همین نوشتن خط و اینها. اگرچه امر استحبابیه، این کار مستحبیه و ثواب داره این کار بشه، اما در شرایط امروزی که میبینیم دعواهای رنگارنگ و عجیب و غریب بالاخره به دنیا پیدا شده، یک نفر 20,000 قرض ماسته، شخص گفته که من از تو 40,000 ماستم. شخص بدهکار انکار کرده، گفته که وقتی طلبگار آمده که طلب خور بگیره، بدهکار گفته که من 1 ماه پیش قرض تو بدادم. خب خطی به وسط نباشه، شاهدی نباشه، بالاخره چقدر مشکلات ایجاد میشه. این آیه مبارکه انمی موضوع برای ما اشاره میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ای اهل ایمان، اذا تداینتم
وقتی که شما معامله کردید با یک دیگر، وقتی قرض دادید با یک دیگر، بحث دینه، بیشتر گفتیم بحث آیه مداینه گفتیم، دینه. وقتی شما معامله کردید با یک دیگر، به چگونه معامله بدین، معامله قرض؟ خب الی اجل مسما، تا یک وقت مشخصی. رفتیم یک شی خریدیم، بعداً پول نداشتیم، گفتیم 6 ماه بعد پول تور میپردازم، حالا باید چکار کنیم؟ فکتبوه، پس بنویسید. انوی قرضی که شما بالاخره به طرف شخص بدهکار و طلبکار بین هم دیگر چکار کنن؟ خط بنویسن، فکتبو، پس بنویسید. ولی یکتب، باید که بنویسد، بینکم، بین شما، کاتب بالعدل، یک نویسنده‌ای که او به انصاف، انسان عادل باشه. در گذشته ها خطخوان و خطنویس کم بوده، به این واسطه میگفتن کاتب بنویسه. امروز که خوشبختانه اکثر انسان ها خطخوان و خطنویسن. اگر خطخوان و خطنویس بودن، خطر بدهکار بنویسه، نه طلبگار. اگر خطخوان و خطنویس نبودن، اینجی کاتب بیایه بنویسه، خطر. او کاتب هم اشته کاتبی باشه، کاتب عادلی باشه، باز نشه که بدهکار خودی و بسازه خودی کاتب که من 20,000 قرض بگردن، من تو امیر بام خط 15,000 بنویس. این رقم نباشه. یا ایتا نشه که این کاتب دوست و رفیق طلبگار باشه، 20,000 قرض داده، برای کاتب بگه بنویس 25,000 که به خط هر چی که نوشته باشه. نه، انسان کاتب باید انسان عادلی باشه. فکتبوه، باید بنویسید. خب کی بنویسه؟ ولی یکتب، باید که بنویسد بین شما، کاتبی که او عادل باشه، بالعدل، به انصاف. ولا یعب کاتب، انکار نکنه، ابا نورزه. کی؟ امی کاتب، ان یکتبه، از این که بنویسه. 2 نفر معامله کردن، خطخوان و خطنویس نیان، حالا یک نفر کاتبه، ایر صدا کردن که بیا بین ما یک خط بنویس، یم گفت من نمینویسم، وقت ندارم. کاتب دیگه ای کار نکنه. ولا یعب کاتب، انکار نکنه همی کاتب، ان یکتب، از نوشتن. چرا انکار نکنه؟ این نوشتن ری از کجا آورده؟ کما علمه الله. اینجی مفسرین میفرمایند، میگن این کاف علتیه. چرا انکار نکنه؟ به این علت که تعلیم داده او را الله سبحانه و تعالی. علم کی داده؟ الله داده. در آیات گذشته ما و شما خوندیم که الله سبحانه و تعالی چه کار میکنه؟ حکمت میده. یؤتی الحکمت من یشاء فمن اوتیه خیرا کثیرا. برای کسی که علم و حکمت و دانش داده شد، برای از در حقیقت خیر کثیری داده شده. علم کی میده؟ الله میده. خط خواندن و خط نوشتن کی میده؟ الله میده. اینجا الله سبحانه تعالی میگه که این کاتب دیگه باید تکبر نکنه. این دیگه باز نگه که من وقت ندارم، امروز نمیرسم، فردا نمیرسم. به این طریق او انسانهای معامله‌گر آزار نده. چرا؟ الله سبحانه تعالی میفرمایه که به این علت اینار آزار نده، از نوشتن ابا نورزه. چرا؟ که این وظیفه مبارکه که علم و دانش و اینایه، کما علمه الله، الله بریو تعلیم داده. هر نفری که علم داره، دانش داره، همایه که علم مغرور بریو پیش بیایه، متوجه بشه که این علم الله داده، الله داده، الله زود میتونه بگیره. پس بناهن اگر کسی علمی داره وقتی در راه الله مصرف میکنه، اگر کسی مثلا مفتیه، از این میان سوال میکنه و باید به افتخار کامل جواب بده. اگر مدرسه به افتخار کامل درس بده، اگر مبلغ به افتخار کامل تبلیغ کنه. اگر بالاخره کسی از اون میایه سائل سوال میکنه، بسیار به مقبولی، به زیبایی باید جواب بده. چرا؟ این علم کما علمه الله، به این علتی که الله بری از این کاتب داده. کما علم الله، چنانچه که تعلیم داده او را الله سبحانه تعالی. فلیکتب، وقتی علم که الله داده، فلیکتب، پس باید ای بنویسه. به مجردی که صدا میکنن که بیا بنویس، ای باید بنویسه. ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه. ولیملل، املا کنه. یملل از املایه، املا کنه، بنویسه. الذی، او کسی که علیه الحق،
منظور از علی الحق انمو کینه، انمو بدهکاره. علی الحق او کسی بنویسه که بر از او حق یعنی قرضه، یعنی همون بدهکار، طلبگار ننویسه، بدهکار بنویسه که گپ اطمینانی تر بشه، چون پول گرفته او باید بنویسه. خب چه کار باید بکنه؟ ولیتق الله، باید که بترسه از خدای تبارک و تعالی. ولیتق الله، بترسد از خدا. کدام خدا؟ ربهو، آن ذاتی که پروردگار از اونه. ولا یبخس منه شیئا، و چکار نکنه، نقصان نکنه از آن قرض چیزی، کم نکنه. بدهکار گرفته 20,000، حالا دیگه قلم که به دستیونه 15,000 ننویسه، 18,000 ننویسه، باید که از خدا بترسه. ببینیم قرآن عظیمشان چی نکاتی رو برای ما معرفی میکنه، چی نکات زیبایی رو اشاره میکنه. چقدر بین جامعه کسانی قرض دادن، قرض گرفتن، یکی از یاد از او رفته، یکی از یاد دیگه رفته، به این طریق یک عالم دعواها و جنجالها و بالاخره محکمه و قاضی و اینها شده. آیه قرآنه، امر استحبابیه، کار مبارکیه که اگر دفقینی هم کسی به کسی میده بنویسه، کار مبارکیه. اگر اطمینان داشتن او که بحث جداگانیه، اما بهترتر همینه که در این راستا نوشته بشه. ولا یبخس منه شیئا، تا این که چری همین طلبگار وقتی که منویسه، همین بدهکار که منویسه، بعد از خدا بترسه، چری؟ تا این که کم نکنه. ولا یبخس منه شیئا، نقصان نشه، کم نشه از همون قرض چیزی. خب این که انسان عاقل و بالغ و هوشیار و فهمیده و خطخوان و خطنویس و اینها بود. اما فإن کان الذی علی الحق، اگر باشد کسی که بر ذمه او حق یعنی قرضه، سفیان، چه کاره؟ سفی بود، دیوانه بود، او ضعیفا یا ناتوان بود. منظور از این ناتوان یعنی هنوز بالغ نشده بود، نمیفهمید، عقلی و کامل نشده بود. او لا یستطیع ان یمل، یا اینکه استطاعت نداشت که نوشته کنه، املا کنه، استطاعت نداشت، سواد نداشت. بهترین چه کار باید بشه؟ او لا یستطیع ان یمل هو، این که بنویسه او، فلیملل، پس باید که املا کنه و بنویسه ولیه، ولی همی سفی، ولی همی ضعیف، ولی همی کسی که استطاعت نداره، بالعدل. به چی؟ به عدالت. حالا مثلا اگر یک شخص قرضدار شد، ضعیف بود، سفیه بود و بالاخره استطاعت نداشت نوشتن، کی بنویسه؟ ولیه بنویسه. ولی شخص کینه؟ اگر پدری بود، برادری بود، کاکای بود، هر کس که بالاخره میراثخوریونه، انمو ولیونه، انمو ولیونه، ای باید بنویسه. در اسنایی که نوشته میشه واستشهدوا شهیدین من رجالکم، گواه بگیرید، گواه بگیرید 2 شاهد. واستشهدوا شهیدین، 2 شاهد، من رجالکم، از مردان. 2 تا شاهد صدا کنیم که انمی فلانی از ما قرض مایه، ما از فلانی قرض مام، تو شاهد باش. فإن لم یکونا رجلینی، اگر باز 2 تا مرد نبود، فرجل، 1 مرد و امرأتانی و 2 تا زن، 2 زن بیای شاهد بشه. علتی که 2 زن گفته شده در قرآن عظیم و شان اینه که زنها اکثرا نسیان و فراموشی دارن. یک نکته، وقتی که در حضور شاهد قاضی 2 تا زن استاده میشه، اگر 1 زن فراموش کرده باشه همی قرض که فلانی از فلانی مایه، اگر فراموش کرده باشه، زن دیگه چه کار میکنه؟ به یاد از او میده که بله در فلان روز به این طریق زن چون در کنار زن آزادتر جواب میده. بناهن به این واسطه گفته شده، نه که خدای نخواسته اینجا حق و حقوق زن چکار شده باشه؟ پایمال شده باشه. در این عرصه قرض زن میتونه چی بشه؟ شاهد بشه. اما در عرصه حدود و بحث قصاص و اینها نمیتونه شاهد بشه زن، چون زن مرکز عطوفته، مرکز عطوفت، مهر، محبت، بالاخره مهربانیه. هر طفلی که از آغوش مادر دور میشه واقعا او وقت بزرگ میشه تا اندازی او عطوفت و مهر و مادری که در وجود از او نباشه خشنتر به بار میآید.
چون مادر و زن مرکز عطوفت و مهر و نوازشه، وقتی که اگه در عرصه حدود و قصاص و بالاخره اینها بیایه، با مجردی که بری زن بگم بیا تو شاهد شو کنی فلانی کشته میشه، او فوراً دست پای و لرزه میفته و بالاخره شاهد نمیشه که او ببینه که کسی انی شهادت بده فلانی کشته میشه، فلانی رجم میشه، فلانی بالاخره تیرباران میشه، او شهادت نمیده. به این واسطه در حدود و قصاص و در مسائل احکامات حدودی زن شاهد شده نمیتونه، اما در این عرصه که قرض، زن میره شهادت میده ها من شاهد بودم که فلانی به فلانی چی داد؟ قرض داد، الانم فلانی از فلانی چقدر میخواهد. یعنی می آیه اشاره میکنه که فرجل، پس یک مرد باشه به سر از این معامله قرض، و امرأتانی و 2 زن باشه، ممن ترضون من الشهدا، این شاهدا که یا 2 مرد باشه یا یک مرد 2 زن باشه، از کسی باشه، کسانی باشه که اونا راضی باشن دیگه. یعنی کسی شما شاهد بگیرید که راضی بشید، ممن ترضونه، از اونا راضی بشید، من الشهدای، از می گواهان، یعنی انسانهایی باشه که اونا رو میشناسی به تمام معنا، شناخت داری، عدلنا، عدالتنا، راستگویینا، صداقتنا، به این طریق ایت اشخاصی رو بیار شاهد کن. ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، آیه قرآن اشاره میکنه وقتی میگه 2 زن بالاخره بیایه، ان تضل، اگر یکی فراموش کنه، احداهما، یکی از این 2 زن اگر فراموش کرد، ان تضل، منظور اینجا اینه که اصل ضال کو گم کردن راهیه. اگر حافظی یکی همو بحث و همو گفتگو رها کرد، نفهمید که چند قرض بود، احداهما، یکی از این 2 زن، فتذکر احداهما الاخرى، یک دیگه به یاد بده. این حکمتیونه، این نتیجه همین بحثه که چرا 2 زن باشه. خود آیه اشاره میکنه ان تضل احداهما، اگر یک فراموش میکنه، فتذکر احداهما الاخرى، یک دیگه به یادی بده. ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، ابا نورزن، انکار نکنن شهدا، همین گواهان، همین شاهدا، اذا ما دعوا، وقتی که خواسته شوند. 2 نفر شاهد شدن، یا یک مردی یا 2 زن شاهد شدن، رفتن دنبال کار خود. 6 ماه بعد همین شخصی که خرید و فروش کردن، همین بیع و شرا صورت گرفته، بایی و مشتری به اصطلاح، چه کار شد؟ بین همدیگر افتادن. بین همدیگر وقتی که افتادن، این شخص میگه که 20,000 بوده، این میگه 15,000 بوده، و به همین طریق هر کدوم یک چیزی دارن، یکی 10,000 میگه، یکی 15,000 میگه، یکی 20,000 میگه. اینجا نیاز به شاهدایه. نیاز به چیه؟ نیاز به شاهده. شاهد باید که به اینجا بیایه. اگر رفتن به دم سرا فلانی که شما شاهد بودیم بیاییم حالا به محکمه جواب بدیم، اینجا دیگه شاهدا انکار نکنن که نه ما نبودیم، ما خبر نداریم. به این طریق نص سری قرآن، ولا یأبى الشهداء، انکار نکنن اینایی که شاهد شدن، اذا ما دعوا، وقتی که خواسته شدن. خب ولا تسأموا ان تكتبوه، و همچنین ملول نشوید، خسته نشوید. از چی؟ ان تكتبوه، این که شما از این نوشتن کاغذ، از این نامه، چگونه؟ صغیرا او کبیرا، اگر معامله خوردی بود یا معامله بزرگی بود، اگر 10,000 افغانی بود و یا 100,000 افغانی بود و یا 1,000,000 بود، شما رو خسته نکنه. صغیرا او کبیرا، تا چی وقت بنویسیم؟ الی اجله، تا وقت همون مدت، 6 ماه، 2 ماه، 1 ماه، 20 روز بعد وعده از او باید نوشته بشه، الی اجلی، تا به همون وقت معین. بعضی از مفسرین دیگه میفرمایند منظور از ان تکتبوا صغیرا او کبیرا اینه که شما رو این نوشتن کاغذ خسته نکنه. اگر بیخی یک کاغذ طولانی 20 خط 15 خط هم که شما من نوشتین، بالاخره بایی و مشتری میگفتن، همو بدهکار میگفت که بنویس، کاتب خسته نشه، بدهکار خسته نشه. به این طریق پس بیع و شرایی که قرضی که چی کم باشه و چی زیاد، و یا کاغذی که چی طویل باشه و چی مختصر، شما خسته نکنه. ذالکم، این نوشتن چی فایده داره؟ ذالکم، همین نوشتن شما، همین کتابت شما، اقسط عند الله، این چه کاره؟ این با انصافتره عند الله، به نزد خدای تبارک و تعالی.
یعنی حق به حقدار درست و صحیح میرسه. و اقوم للشهادت، این درستره از برای چی؟ برای گواهی دادن. 6 ماه وعده پره میشه، انال بدهکار میگه که 10,000 بوده، طلبگار میگه 20,000 بوده. وقتی این خط باشه، این خیلی برای همین گواها و برای شاهدا و به همین هر دو طرف خیلی بهترتر و اینهایه. و اقوم للشهادت، ای درستره و صحیحتر از برای شهادت. و ادنا الله ترتابو، ای چیه؟ همین کتابت نزدیکتره الله ترتابو از این که شمار به چی بندازه؟ الله ترتابو، که شمار به شک نیندازه. این فایده هایونه به نزد خدا ارزش داره، چون بین دو برادر مسلمان دعوا نمیایه. از این که شما شاهد بگیریم و گواه بگیریم و او شاهد و گواه روزی نباشن، شما خطر بنویسیم، این خیلی بهتر تره. نتیجه دیگه اینه که الله ترتابو، شما به شک نمیافتیم. فوراً سر وعدیو که میرسه بالاخره به شک. اگر خطی نباشه شکه، همین قذر بوده نبوده بوده چه کار شده در این قسمت. بناهن این آیه مبارکه چی میفرمایه؟ میگه و ادنا الله ترتابو، این قریبتر و نزدیکتر به اینه که شما از شک دور میکنه، به شک دیگه نمیافتین. الا ان تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم، الا مگر اینکه ان تكون، اینکه باشه تجارت و معامله حاضرة دست به دست. موبایل سودا میشه، به هر قیمتی که سودا شد دست به دست پول داده میشه، اینجا قرضی نمیآید، دینی نمیآید، دور میخوره. تديرونها بینکم، بین شما. وقتی که دور خورد، شخص جنسر میده پولر میگیره، به این طریق جنسر میدیم پولر میگیریم، اینجا دیگه فلیس علیکم جناح، پس نیه بر شما گناهی که الله تکتبه، شما خطی هم ننویسین، اینجا گناه نداره دیگه، گناهی نیه. از این معلوم میشه که خیلی ضروره که ما در عرصه معامله خطر بنویسیم. وقتی یک معامله قرض میآیه، معامله دین میآیه، چون بسیار مسئله دین مسئله مهمیه. حتی در عرصه دین ما یک حدیثی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، وقتی که یک صحابه آوردن که دفن کنن، میخواستن نماز جنازه بخوانن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که این بدهکاره، این قرضداره، این قرضداره، قرض خور نتونسته ادا کنه، مبری از این نماز جنازه نمیخوانم، کستگی بخونه. این دلالت بر از این نمیکرد که این آدم بدی بوده، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواستن که همین فضیلت عظیم و بزرگ از همین گرفته بشه. دیگه کسم که نماز جنازه میخونه که مشکلی نداره، میخونن، صحابه میخوندن. این که پیامبر استاده بشن بگن خدایا ایر بیامرز، خدایا ایر ببخش، خب این دیگه فضیلتیه. صحابه هم دیگر خیلی دوست داشتن، خیلی محبت داشتن، اونا صحابه بودن. وقتی میگیم رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، یا بالاخره حضرت علی رضی الله عنه، حضرت سعد رضی الله عنه، حضرت بلال رضی الله عنه، این رضی الله عنه الله این جایزه بزرگ که برای صحابه داده که خدا از اونا راضیه و اینا از خدا راضیان. صحابه عجیب مردم بودن. وقتی که یک صحابه متوجه شد که این برادر از این مایه، از این نعمت عظیم و بزرگی که نماز جنازه رسول الله بخوانن محروم بمانه، فوراً میایه میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه هر چی که قرض دارم من میپردازم، هر کس از این قرض مایه بیایه من قرض دایر میدم. وقتی او قرضا را همه را با عهده گرفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن حال دیگه نماز جنازه میخوانم. به این طریق دین خیلی مهمه، قرض خیلی مهمه که انسان باید متوجه باشه. فلیس علیکم جناح، پس نیست بر شما گناهی الله تکتبوها. اگر معامله نقدی بود و بالاخره معامله دست به دست بود، جنس را گرفتیم و پول را دادیم، ننویسیم مشکلی نداره. ولی یک نکته مهمه، چکاره؟ واشهدوا اذا تبایعتم، گواه بگیریم سر معامله، خود حتما شاهد داشته باشیم. اذا تبایعتم، وقتی که خرید فروش میکنی. به خاطر چی؟ شاید که باز یک مشکلی ایجاد بشه، یک مشکلی میای مشتری پشیمان میشه،
بایی پشیمان میشه. به این طریق وقتی پشیمانی میایه اینجا شاهد لازمه که این بی چگونه صورت گرفت، به چی طریق صورت گرفت، به چند صورت گرفت. پس بناهن در عرصه نقد و نقدم چه کار بشه؟ شاهد باشه که بهترتره. ولا یضار کاتب ولا شهید، ضرر رسانیده نشه برای کی؟ برای همین کاتب و برای همین گواه. به صورت گرفته، گپ رفته به محکمه، پیش قاضی. حالا دیگه شاهدار خواستن، کاتب خواستن که تو بیا که تو کاتب بودی، امیر بنوشتی، تو شاهد بودی، بیا شهادت بدی. اینجا دیگه کسی دیگه ضرری به این شاهدان نرسانه. چگونه ضرری؟ کسی اخطار نده که تو متوجه خوبشی اگه به نفع شهادت ندادی باز فردا دیگه باز ما خودتو گپ میزنم. نه، ولا یضار کاتب ولا شهید. ضرر به کاتب و به شاهد. کاتب و شاهد چی گناهی دارن؟ به این وسط فقط اینا به عنوان شاهد، به عنوان کاتب آمدن یک نفع به برادر مسلمان رساندن، به این عمل کردن. شهادت اینا به عدل و به عدالت و اینهای. پس در از این قسمت یک توجیه اینه که اگر شاهد و کاتب به محکمه، به حضور جمع، به حضور قاضی خواسته شدن، کسی اینا رو تهدید نکنه، ضرری به اینا وارد نکنه. یک. دوم اینه که همین کاتب وقت خود صرف میکنه، چیزی رو منویسه. حالا بالاخره همین برای از یک کاریه، یک وظیفه، ساعتها وقت از گرفته شده، شاید به می جلسه ساعتها 6 تا باشه، همین شاهد ساعتها 6 تا باشه. ایتن نشه که وقت از اینا ضایع بشه. شما که بیع و شرا صورت گرفته، خرید و فروش صورت گرفته، حالا بایی و مشتری منفعت میبرن، یک چیزی هم برای همین کاتب و شاهد داده بشه که اینا ضررناک نشن دیگه، اینا ضرر نکنن، وقت از اینا هدر نره. پس در این قسمت به هر حال رعایت کاتب و شاهد لازم و ضروریه که کاتب و شاهد اینا ضرر پیدا نکنن. و این تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله. و این تفعلوا، اگر چنین کردید، یعنی چی؟ یعنی ضرر وارد کردید به کاتب و به شاهد. یک، اگر معامله خود را درست و صحیح به طریق شرعی انجام ندادید، فانه فسوق بكم، پس هر آینه ای چیه؟ این گناهیه بین شما. کاتب چی گناهی کرده؟ بیامده کتابت نوشته کرده، عوضی که مگر بری چیزی هم میداد، شخص چیزی هم نمیده، حالا بر علاوه که چیزی هم نداده به کاتب و شاهد، او مقصر هم میکشه، او ضرر هم وارد میکنه. پس این گناهیه برای شما. میگه اگر رعایت حال کاتب و شاهد در نکردیم این گناه است. واتقوا الله، بترسید از خدا، از خدا بترسید. معامله شما درست و صحیح باشه، به طریق شرعی باشه، به طریق احکام فقهی باشه، بالاخره معامله قرآنی و شرعی باشه. بترسیم از خدا. او خدایی که و یعلمکم الله، تعلیم میده شما الله سبحانه و تعالی. همین احکامی که چگونه خط بنویسیم، چگونه شاهد بگیریم، اگر کسی بود 2 تا مرد باشه، اگر نبود یک مردی 2 تا زن باشه، بیع فاسد چگونه، بیع بالاخره صحیح چگونه، این همه این مسائل اللهیه که به شما تعلیم داده. الله اگر نمی گفت که و احل الله البیع و حرم الربا، اللهیه که سود حرام کرده و بالاخره معامله شرعی حلال کرده. یمحق الله الربا و یربی الصدقات گفته. اللهیه که معامله سودی از غیر سودی به ما توضیح داده. اگر از خدا نترسیم پس خیلی انسان بدبخت میشه. واتقوا الله، بترسید از خدا. و یعلمکم الله، تعلیم میده شما الله سبحانه و تعالی. اینا الله تعلیم داده. والله بكل شيء علیم، خدا به هر چیز دانایه. امر خدای تبارک و تعالی میفهمه، میدانه که قرض چگونه بوده، بالاخره دین چگونه بوده، این شاهدی که رفته به چی نیت شاهد شده، این خطی که نوشته شده به چی نیت خط نوشته شده، اینا رو همه الله سبحانه و تعالی خوب میدانه. و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، این آیه مبارکه ارتباط به رهنه، ارتباط به گیره. یک بخش همین آیه مبارکه ارتباط به گیره و اینهایه. ارتباط به گیره و یک اشاره مختصری میکنیم، چون اگر باز کسی بیشتر خواسته باشه که به بحث رهن و اینها، گیره و اینها مراجعه کنه، کتاب در فقه کتاب الرهن،
کتاب رهنه، یک کتاب بزرگ بالاخره کتاب‌های مختلفی، هر کدام باب و کتابی داره ارتباط به رهن که اونها باید جستجو شه و جزئیات از او یکایک. قرآن فقط بحث‌های کلی، پیشتر گفتیم که جزئی را بیان میکنه، کلی را. خط نوشتن شاید به پیش ما و شما خیلی بحث جزئی باشه، باز هم قرآن بیان کرد. اما این مسئله رهن هم بسیار مسئله مهمیه، خصوصا به شرایط امروزی که اکثر رهنها، اکثر گیروها به طریق شرعی امروز برگزار نمیشه و برقرار هم نمیشه. یعنی خیلی مهمه. خلاصی از این آیه مبارکه اینه که اگر کسی به سفر رفت، به یک جایی بود که کاتبم نبود، شاهدم نبود و بالاخره چه کار باید بکنه؟ اصل رهن، همین گیرو که میگیم، طریق شرعی چگونه یه؟ همین گیرو شرعی و قرآنی چگونه گیرویه، چگونه رهنیه؟ اینه که شخص میره یک چیزی خریداری میکنه، باز همچون دم دستم مثلا این موبایله، مثال میگم رفتم از بازار ایر خریداری کردم، ایرال خوش کردم، خریدم، بالاخره ایر وقتی که خریدم حالی متوجه میشم پیشم پول نیه، پیشم پول نیه. اینجا دیگه مر طرفم نمیشناسه که خط نوشته کنم که من 20 روز بعد 10 روز بعد پولاتون میدم. خوب دقیق باشه، شخص نیه مر نمیشناسه که بگم آنی خط بنویس، مثل مسئله پیشتر که بیان کردیم، خط بنویس که من 10 روز بعد پولاتون میارم، این نمیشناسه. کس دیگه هم نیه که دو نفر بیارم بگم شما شاهد باشین که من این موبایل رو بخریدم پولا از ایر میدم. این جنال چی معامله صورت میگیره؟ مسئله رهن میایه، گیروی میایه. ایر که حالی من خریدم ساعت دارم، ساعت خور بیرون میکنم، ساعت من 2 برابر از این موبایل قیمت داره مثلا، برای از این چی میگم؟ میگم که این ساعت من پیش تو رهن باشه، گیرو باشه تا من پولاتو رو بیارم. اگر رفتم دنبال کار که نوردم، او شخص ساعت من پیشیونه، اور بعد از همون مدتی که من اگر نمادم ایر سودا کنه و بالاخره همون پول موبایل خورور داره دیگه متبقی هم پیشیو باشه که تا یک روزی من پیدا شم. اما ایر انهمیر اصل رهن شرعی و گیره شرعی همینه. این شخص حق نداره از ساعت من استفاده کنه به این طریق، حق نداره از این کار بگیره، این فقط رهن گیره به امانت پیش از این گذاشته تا من پول رو ببرم و پول موبایل رو بدم و ساعت خور بگیرم. این رهن چی میگن؟ این رهن شرعی میگن، این گیره شرعی میگن. حالا این رهن خود گیره که رهن شد، داریم راهن و مرتهن. کسی که ساعت رو داده که منم ایر خریدم ساعت رو حالا با عنوان رهن دادم، من شدم راهن. شخصی که ساعت رو گرفته و پیش از اون اور میگن مرتهن. پس بناهن این آیه امیر اشاره میکنه از معامله گیروی هیچ کس حق نداره چیزی استفاده کنه. سرار امروز گیرو میکنن، میشینن، شرعاً جواز نداره. شخص سرار گیرو کرده، دکان گیرو کرده و بالاخره میشینه از او استفاده میکنه. اما یک خوبی امروز هست، یک حیله یا یک دروازه باز شده. وقتی که شخص گیرو میکنه، یک چیزی گیرو میکنه، سرایر گیرو میکنه، به او خط چی منویسن بیع وفا. بیع وفا که منویسن، اینجا جواز پیدا میکنه که شخص میره میشینه به دکان، بالاخره به اون سرا از او استفاده میکنه. بیع وفا چگونه بیع؟ این شکل بیع اگرچه از لحاظ کتاب بیع و شرا بیع وفا هم اوت بیع 100% صحیح نیه، 100% این بیع صحیح باشه. این فقط یک حیله به کار انداختن که امروز در بین جامعه عرف شده، به همین واسطه ایر گرفتن بیع وفا. به بعضی بانک ها و اینها هم خوب نوشته بیع وفا و همین طریق. اما اگر مستقیم گیرو نوشته باشه، خونرمه گیرو کردم، دکان گیرو کردم، موتر گیرو کردم، این گیرو حق استفاده کردن از اون نداره از لحاظ شرعی. اما این که بیع وفا من میسن چی معنا؟ این معنا داره سرا قیمت اصلی و هست 100 لک. شخص میره ایر به 10 لک چه کار میکنه؟ گیرو میکنه، به 10 لک گیرو میکنه. ایر بیع وفا که من میسن یعنی من می سرار به 10 لک خریدم،
به دلک خریدم به طرف شخص. حالا به او چی میگن؟ میگه که میر به دلک خریداری کردم، بیع و وفا همیر نوشته میکنه. هر زمانی که 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد تو پس میدی، پس همیر از ما بالاخره تو میتونی بم دلک بخری. یک حیلیه که امروز به کار رفته که در بین جامعه در غیر از او اصل و اساس گیرویر ما و شما از این آیه میفهمیم که معنای همینه که یک نفر موبایل رو میخره، خونه رو میخره، دکان رو میخره، پول نداره. پول که نداره یک چیزی رو به عوض از اون میگذاره، به عوض از اون میگذاره تا پول از زیر بپردازه، تا پول از زیر بپردازه. حق استفاده کردن از اون نداره. اما وقتی بیع و وفا نوشته شد، اینجا دیگه از سرا میتونه استفاده کنه، از دکان میتونه استفاده کنه که امروزه استفاده میکنن. از بخش رهن و گیروی خطا میخوره، میای بیع که نامیور گذاشتن بیع وفا و بالاخره و از لحاظ شرعی بیع وفا جایز هست، اما این بیع اینیه که 100% از جمله بیعای صحیح باشه. امروز عرف شده و عادت شده و باز کسی اگر مسئله رهن گیروی داره و مسئله بالاخره راهن و مرتهن که هستن، این دو نفر اگر بیعی دارن و در بین هم دیگر کوشش کنن که به علمای بزرگ، به دارالفتاها، به اینها مراجعه بشه که آیا این معامله ما سود شده، آیا این رهن و این گیروی ما درسته یا درست نیه. چون امروز بین جامعه زیاد این مسائل پایین و بالا میشه. آیه رو میخوانیم: و ان کنتم علی سفر، اگر بودید شما در سفر، ولم تجدوا کاتبا، نیافتیم کاتبی که بنویسه، فرهانم مقبوده، پس چه کار کنیم؟ پس فرهانم، پس یک گروهی، پس این چه کار داده بشه؟ فرهان، پس بحث رهن بیایه، پس گیروی بیایه، مقبودتون که قبض کنه. کی قبض کنه؟ همین مرتهن یک چیزی رو قبض کنه. مثالی که گفتم، ساعت موبایل خریدم، پول نداشتم، حالا دیگه برای مرتهن چی لازمه؟ مرتهن لازمه که یک چیزی رو بگیره، موبایل خور میگذارم پیش ازی، فرهانم مقبوده، پس چکار بشه؟ بگیره به دست خیش، مقبودتون یک قبض شده ایه. فین امن بعضکم بعضا، پس چکار کنه؟ ایر اعتبار کنه و امین بشماره بعض شما بعض دیگر را به می واسطه. فین امن بعضکم بعضا، وقتی که این معامله صورت گرفت، من پول نداشتم، موبایل رو گرفتم، چکار بشه؟ این ساعت رو که میگذارم بین هم دیگر اعتبار باشه، بین هم دیگر اطمینانی باشه. خب تا به چی وقت؟ فلیؤد الذی اؤتمن امانته، پس باید که ادا کنه همون کسی که همون راهن که چکاره یک چیزی رو داد، او اؤتمن اعتبار شده او را، امانته امانتش را، خب ولیتق الله رب، باید بترسه از خدا. یعنی شخص مرتهن آن چیزی که به رهن گرفته از راهن، باز متوجه باشه که این استفاده نکنه. ساعت خورما گذاشتم رفتم، این دیگه نشه که بالاخره این ساعت رو برداره به دست خود کنه، از این استفاده کنه و بالاخره ایر به آب بزنه و داخل از این آب بره و اینها. نه، یک جای مطمئنی گذاشته باشه. با مجردی که من مراجعه میکنم باید درست و صحیح پرداخته بشه. یک راهن هم باید از خدا بترسه، چنین نشه که بالاخره رفت دیگه دنبال مرتهن نیایه و از او همه بحث ها فراموش کنه. نه، ولی یتق الله ربه، باید که بترسه از خدای تبارک و تعالی، خدایی که رب از اونه. ولا تکتم الشهاده، پنهان نکنید شهادت را. وقتی که شما صدا میکنن بیایم شهادت بدیم، از شهادت پنهان نکنیم. انسان که شاهد شده، کاتب شده و بالاخره نوشته، شاهد بوده، آره گپ به محکمه و به قاضی افتاده که جناب شاهد صاحب شما بفرماییم شاهدا بیاین، اگر یک مرد بوده و دو تا زن بوده یا دو تا مرد بوده، وقتی گفته میشه شما بیاییم، ولا تکتم الشهاده، پنهان نکنید شهادت را. و من یکتمها، کسی که شهادت رو بپوشه، بیایی بگه من خبر ندارم، در حالتی که خبرم داشته باشه، من نمیفهمم، من به فکر خونیم به این طریق، فانه آثم قلب، هر آینه این گناهی کرده که قلب از این مرتکب گناه شده. چرا قلب گفته شده در اینجا؟ به خاطر از اینکه در دل خوب هوشیاره،
که محقر پوشیدم، در حقیقت این مرکز وجود خود آلوده به گناه کرده. میفهمید مرکز وجود که آلوده به گناه بشه، مطابق به حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله: الا ان فی الجسد مضغه و اذا صلحت صلحت كله و اذا فسدت فسدت كله الا وهي القلب. اگر در وجود یک مضغه، اگر او سیاه شد، اگر او فاسد شد، اگر او بیراه رفت، تمام اعضا به بیراه میکشانه. انسان ها میگن ما چشم چرانیم، چشم ما از طرف ناموس مردم گشتانده نمیشه، دست ما گناه میکنه، پا ما گناه میکنه، ما چه کار باید بکنیم؟ این انسان باید متوجه مرکز باشه. مرکز. امروز که ما در افغانستان اینقدر همه مشکلات داریم به خاطر که مرکز ما درست و صحیح نیست. مرکز کشور اگر درست باشه تمام ولایات درست میشه. پس وجود انسان هم بهمینه که اگر کسی شهادت رو میپوشه و پنهان میکنه، چون در دل خود خوب هوشیاره و میفهمه و میدانه که این حق رو بپوشیدم، حق رو بیان نکردم، حق از فلانی بود، حق گفته نشد، خوب به دل خود که میفهمه، اینجا الله سبحانه تعالی میگه فانه آثم قلبه، در حقیقت قلب از این گناه کرده. والله بما تعملون علیم. هر آینه خدای تبارک و تعالی خوب دانای به او چیزی که شما عمل میکنید. الله میدانه که انسان وقت شهادت چه کار میکنه، وقتی که شهادت میده، وقتی که به حضور قاضی میرسه، وقتی که بالاخره او طلب میکنن که تو بیا شهادت بدی، الله دیگه خوب میفهم. حالا اگه قاضی نفهمه، اینایی که استاده‌اند به اطرافی نفهمن و بالاخره همسایه نفهمه، هم قریه نفهمه، هم جوار نفهمه، خطیب و ملا و واعظ و مفتی نفهمه، خب بدانه که والله بما تعملون علیم، خدا میدانه با آنچه که عمل میکنید و انجام میدهید. خدای تبارک و تعالی چگونه ذاتیه؟ لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست آنچه که در آسمان ها و زمینه. هر چی که در آسمان و زمین از خدایه، اگر خورشیده، اگر مهتابه، اگر قمره، اگر انسانه، اگر حیوانه، اگر اشجاره، اگر احجاره، اگر هر چیزی که میبینیم در زمین و آسمان خدایه. این هم از خدایه، از هیچ کس دیگه نیه که کسی ادعا کنه که بگه اینا از منه، این زمین از منه. ما امروز واقعا در عالم اسباب و ظاهری میگیم این زمین از منه، این خونه از منه، این دکان از منه. با مجرد که نفس وردشته میشه یا از بچه میشه، از ورثه میشه، بچه نبود از نبیره میشه. به همین طریق اینها همه که کل شیء هالک الا وجهه، همه که از بین بره و آن هنگامی که سور اسرافیل دمیده بشه، وی که میگه 5 جریب زمین از منه، وی که میگه 50 جریب زمین از منه، هیچ کس سر بالا نمیکنه. همه از کینه از ذات اقدس اله. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست آنچه که در آسمان ها و زمین هست. و ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر آشکارا کنید، ما فی انفسکم، آنچه که در دلهای شمانه، او تخفوه، یا پنهان کنید، یحاسبکم، حساب میکنه با شما، به الله، به او الله سبحانه و تعالی. یعنی آنچه که شما پنهان میکنیم و آنچه که آشکارا میکنیم الله حساب میکنه. فیغفر لمن یشاء، پس میامرزد الله کسی را که بخواهد، و یعذب، و عذاب میکند من یشاء، کسی را که بخواهد. والله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز توانایه، بر هر چیز قادره و قدرت داره. این آیه مبارکه که نازل میشه صحابه خیلی پریشان میشن. آنقدر صحابه پریشان میشن، خب واقعا جا پریشانی هم هست. آنچه که به زبانم بگیم الله حساب میکنه، آنچه که در دل ما هم بگرده الله حساب میکنه. صحابه خیلی پریشان شدن، خیلی پریشان شدن. آمدن به محضر نبی مکرم اسلام، یا رسول الله، چیزهای در دل ما میگرده که اگر ما رو با آتش هم بندازن اور به زبان خوب بیان نمی کنیم. اگر ما رو بگیرن قطعا بکنن ما اور به زبان جاری نمی کنیم. یعنی چیزی در دل ما ظاهر میشه که خیلی و اگر به زبان ظاهر بشه خیلی عواقب خطرناکی داره. این چه کار میشه؟ خب رسیم خیلی سخته. بعضی وقت الفاظی به دل آدم میگرده، حرفایی به دل آدم میگرده که نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، اگه به زبان خو انسان بیاره که کافر میشه دیگه، اما به دل میگرده دیگه. این چه کار میشه؟ صحابه خیلی پریشان شدن. آیه بعد از این آیه نازل میشه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعد از این دیگه خطاها برداشته میشه. از چی؟ خطاهای قلبی برداشته میشه. یعنی آنچه که در دل انسان بگرده خدا حساب نمیگیره. یعنی اگر کسی در دل نعوذ بالله ثم نعوذ بالله
الفاظی میایه که اگه او الفاظ به زبان بگه انسان کافر میشه، اما در دل که آمد، چون دل اختیاری نیه، به اختیار انسان نیه، بناهن او برداشته شد. این آیه صحابه را اول پریشان کرد. آیه بعدی که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت، او آیه باز اونها مطمئن کرد و مطمئن شدن. آیه بعدی که بعد از این مؤمن بهیر بیان میکنه آمن الرسول بما انزل، ایمان آورد پیامبر به او چیزی که انزل نازل شده بود الیهی، سوی از او. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر چی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان داشتن، من ربی، از جانب پروردگارش، والمؤمنون، و همچنین مؤمنا هم ایمان داشتن به آنچه که به پیغمبر نازل شده بود خود پیامبر و آنهایی هم که به پیغمبر ایمان آورده بودن چه کاره؟ اونها هم ایمان داشتن. مراد از این مؤمنون صحابه هستند. ببینین صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آنچه که پیغمبر ایمان داشته اینا ایمان دارن. آیه دیگر خواندیم جز اول که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر شما ایمان بیاورید مثل ایمان صحابه فقد اهتدوا، هدایت میشیم. هر کس ایمانی و مثل ایمان صحابه باشه، مثل ایمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بالاخره سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین باشه، او هدایت شده. اینجا هم میگه والمؤمنون، اینجا که میتونه مختصر و مجمل بیان کرد، حالا تفسیر میده کلون، همه پیامبر، مؤمن، هر کس که هست، همه آمن، ایمان آوردن بالله، به خدا. یعنی چی؟ یعنی به وحدانیت خدا. ایمان که میگیم ما به الله داریم یعنی چی؟ یعنی ایمان به وحدانیت الله. الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدایی که شریک نداره، مثل نداره، مانند نداره. صفات الله سبحانه و تعالی صفات کامله، صفات نعوذ بالله صفات ناقص نیه، اما از مخلوق که هست صفات کامل نیه. و ذات اقدس الهیه که خواندیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذوه سنة ولا نوم. چنین ذاتیه. شما یک مخلوقی پیدا کنیم که او خواب نشه، او پینکی نره، او بالاخره خسته نشه، بیتری. تمام انبیاء علیهم السلام خواب می شدن، انبیاء علیهم السلام خسته می شدن، انبیاء علیهم السلام بالاخره راه دعوت و تبلیغ و اینها که پیش می بردن، از دنیا باز تشریف بردن. الله ذاتیه که حیه. حی به ذات میگن که او همیشه زنده، قیوم همیشه پا بر جایه و پینکی هم نمیره، خوابم نمیشه. پس کلون آمنه، همه ایمان آوردن به خدا، یعنی به وحدانیت خدا، و ملائکه به ملائکه، و کتبه به ملائکه خدا، به کتب خدا، و رسوله به پیامبران الله سبحانه و تعالی. خب چی میگفتن؟ لا نفرق بین احد. اینها میگن همین مؤمنین، همین انبیاء علیهم السلام که هر کدام پیامبر صلی الله علیه و سلم لا نفرق بین احد من رسله، میگوین که فرق نمیکنه برای ما چکاره هیچ یک از پیامبران. ایتنیه که ما به یک پیامبر ایمان داشته باشیم، به یکی نداشته باشیم. یهود و نصارا که بدبخت شدن به این واسطه که بین انبیا تمیز قائل شدن، یکی رد کردن، یکی تایید کردن، یکی گفتن خوبه، یکی نعوذ بالله گفتن خرابه. یهود که خراب شد به این واسطه که یک فرشته قبول کرد، یکی قبول نکرد. بیامدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن برای شما کی وحی میاره؟ گفتن جبرئیل. گفتن اگه میکائیل وحی میآورد ما ایمان میآوردیم. ما به جبرئیل سر و کار نداریم، میکائیل وحی میاره، اگه وحی میاره میتریم. بین پیغمبرا قائل شدن، بین ملائکه فرق قائل شدن. ما و شما و اینجی که میگه کلون آمن بالله و ملائکته، همه یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته تا مؤمنین، همه اینا ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتب، ایمان به رسول، ایمان به رسول. لا نفرق بین احد من رسله، میگیم که فرق نمیکنه میان هیچ یک از پیامبران. چنین مؤمنین چنین میگن. اینجا یک نکته دیگه هم اشاره میکنم که مسئله امامت بعضی جا خیلی بحثه که امامت هم جز اصول و بالاخره ایمان داشتن مثل ایمان خدا و پیغمبر و بیدنین. خیلی جالبه که تمام قرآن شما وقتی که مطالعه کنیم بحث مؤمن بهی که می آیه، انمی موضوع میگه کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، بالاخره جای دیگه میاره والیوم الاخری.
اما به هیچ جای قرآن نمیآیه که ایمان داشته باش به خدا، به پیغمبر، به ملائکه، به کتب، به رسول و ائمته، برای امامام ایمان داشته باش. هیچ جای قرآن نیامده که ایمان به امام باشه که او هر کس که میخواه باشه بهتری. پس مسئله امامت در قرآن عظیم و شان نیامده. دوستایی که مثلا تازه تر به این جلسه شرکت کرده باشن میتونن از طریق تصویر و سی دی هایی که ثبت شده آیه مبارکی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی و عهدنا الی، آیه مبارکی که وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. کدوم آیه که اماما می آیه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس اماما. بسر از این آیه مبارکه باز بحث امامت خب تفصیل توضیح داده شده بود. به این طریق بحث امامت به تفصیل توضیح شده که امام در قرآن که به چند جا آمده دارای چی معانیه. بناهن اصل و اصول دین که از داخل قرآن عظیم و شان گرفته میشه بحث اصولی چیه؟ توحید، دیگه چیه؟ نبوت، معاد. یعنی سه چیز توحیده، اصول دینه. توحید، نبوت، معاد، اینا اصول دینه. در قرآن صریح واضح آشکار بیامده، اما بحث امامت در قرآن صریح واضح و آشکار نماده. ایت یک بحث عمدی در قرآن نیایه، پس معلوم میشه که این عمده نیه، پس معلوم میشه امامت خیلی مهم نیه. لا نفرق بین احد من رسله، فرق نمیگذاریم بین هیچ یک از پیامبران. و قالوا گفتن سمعنا و اطعنا، بار الها پروردگارا شنیدیم و اطاعت کردیم. غفرانک، اینجا طلب میکنن ای الله از تو میخواهیم عفو تو را، بخشش تو را، آمرزش تو را. ربنا، بار الها پروردگارا، الیک و الیک المسیر، حرکت ما به کجایه؟ به سوی تو بازگشت. وقتی حرکت میکنیم به سوی تو حرکت میکنیم. آیه که پیشتر گفتیم که لا یکلف الله نفسا، تکلیف نمیکنه خدای تبارک و تعالی هیچ نفس را الا وسعها، مگر به اندازه طاقت از او، مگر به اندازه توان از او. کار دل به دستمانه، به توانمانه نیه. پس وقتی در توان نیه، در وسعت نیه و در طاقت نیه، پس ای برداشته شد. لها ما کسبت، برای اوست آنچه که کسب کرد. و علیها مکتسبت، و بر وی است آنچه که کسب کرد. یعنی چی؟ یعنی کسی که از خوبی چیزی به دست آورد از برای خود از اونه. و علیها مکتسبت، و آنچه که از بدی به دست آورد یم از آن خود از اونه. خیر و شر، خوبی و بدی، ای به دست خود انسانه. ربنا، بار الها پروردگارا، لا تؤاخذنا، مار مؤاخذه نکن، مار مگیر. به چی؟ این نسینا، از او چیزی که ما فراموش میکنیم، فراموش کردیم. او اخطأنا، یا او چیزی که ما به خطا انجام دادیم. نکته اینجا سوال خلق میشه، خب چیز فراموشی کو مؤاخذگی نداره. اینجا مفسرین میفرمایند منظور از نسینا یعنی ما قصدن اگر یک کار ترک کردیم، قصدن. منظور از نسینا قصدنه، اخطأنا هم به خطا. اما فرق نسیان و خطا به طور خلاصه و فشرده، نسیان چیه؟ خطا چیه؟ مثلا در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان یک شخص به فراموشی روزه میخوره، به فراموشی روزه میخوره، آب نوشید، غذا خورد، یک رین یاد از یامات که الله اکبر ما که روزه داشتم، این چه کار شد؟ ایر میگن نسیان، ایر فراموشی. برای از این نه کفاره نه قضایه، متوجه باشین. نه قضا نه کفاره، روزی از هم درست و صحیحه. در حالتی که آبم خورده، نانم خورده، بالاخره آب نوشیده، نان خورده، خب سیر فراون هم اگر خورده باشه بعد از بیاد از یامات، این نه قضا داره
نه کفاره داره نه روز دیگری، روزی از این سر جا خونه. این میگن نسیان، فراموشی. خطا چیه؟ پس این شکل میای ماه مبارک